آقا سلام علیکم. ما اومدیم یه مهمون پشت پرده داریم، پشت صحنه داشته باشیم. پشت پرده بس جدی بشیم. پشت صحنه آره پشت صحنه نشسته بچه، نمیاد جلو. آره بعد دیگه اینجوریه. شما چه خبر؟ چیکار میکنید؟ اومدیم در مورد یه موضوع که همه تون درگیرش هستید حرف بزنیم. مدرسه مزخرف دارین چیز رو زمین. آره الان دخترمون میخواد بره مدرسه، نمیتونه دیگه به کارش برسه، داره فشار میخوره، غمگینه. بعد دیگه اینجوریه. آره مدرسه مزخرف دارین چیز دنیا. بعد فکر کن میشینی یه سری هستن نچسبن، حالشون رو نداری، حوصله‌شون رو نداری و بهشون تحملشون کنی. خیلی مخالف. نه موضوعی مدرسه کلا سوم اوه معلمای مزخرف، معلمایی که به خونشون تشنه‌ای. بعد اخلاقای مزخرف، انگار نوکرشونی، بردشونی در واقع. بعد درسای مزخرف. و فکر کنم انقدر مزخرف بوده من تازه الان به جامعه شناسی و فلسفه و اینجور چیزا علاقه‌مند شدم. اون موقع اصلا دوست نداشتم. بعد همش مجبور میکردن که ما بخوایم بخونیم و خیلی کلا آدمیزاد اینجوریه که وقتی یه چیزی بهش تحمیل بشه ازش زده میشه. و واقعا نمیدونم چرا نظام آموزشی ما انقدر مزخرفه. بعد وای مانتو روپوش مدرسه هیچی سمتر از روپوش مدرسه نیست. روپوش مدرسه انگار گونی تنت کردی، یعنی صرف رحمت به گونی. گونی و یه چیز خیلی مزخرف. بعد یه خروار بهت کتاب میدن و بشینی کتاب بخونی و وقت نداری به کارات برسی. خیلی قیافمو کج و کله میکنم، ببخشید. بعد آره مشقای مزخرف، مشق که البته کلاس اولی است. تکلیفای مزخرف. ایره؟ نه یه دیگه. آره. بعد دیگه اینجوری ها. الان دخترمون میخواد بره مدرسه، اصلا پس نداره، میخواد همه رو شتک کنه، مغزش رد داده. بعد دیگه این مدلی ها. ما که بریم دانشگاه راحتیم. دانشگاه خیلی خوبه، دانشگاه برید، فقط مدرسه رو مدرکتون رو بگیرید تموم. من سال 12 که کرونا بود، میخنده معذرت میخوام. سال 12 که بود کرونا خورد، من همه درسام که خوب میگرفتم همه رو افتادم با هم دیگه. 7 درس افتادم، 5 باز کردم. وای خیلی بد بود. بعد یکی از دوستام اینجوری بود که کلشو افتاده بود، هیچی پاس نگرد. اصلا یه اوضاعی خیلی سم، نمیدونم چی باید بگم واقعا دیگه. با 1000 تا بدبختی روی مدرک دیپلممونم ورشته زده بودن که قبولی شهریور. روی ما نبرده حالا ما درس نکنید دیگه به خودشون زحمت ندارن بزنن قبولی. برن قبولی شهریور بسوزید تو شروع بشید درس بخونید. و مدرک مزخرفمون رو گرفتیم، وارد دانشگاه شدیم. دانشگاه که ماشاءالله الان دیگه از مهمون رو جذب کردیم درس بکنیم، قبلش که هیچ.
چی؟ افراد اهالی چی؟ اهالی پشت صحنه؟ نه جز من کسی دیگه هم هست؟ پشت صحنه کیو هست؟ آره بعد دیگه این مدلی تحصیلات مزخرف ما. بعد حالا من جزو خودم هم احساس میکنم جزو بچهای ADHD بودم. درس خوندنم افتضاح بود، یعنی همش با مامانم دعوا و جنگ و جدال داشتیم که درس بخونیم و من درس نمیخوندم. من متوجه میشم و نمیتونستم بخونم تا بیایم بالا یه چیز خیلی افتضاحی بود دیگه. به زور من نمیخوندم، اونم گفت نشون تو باید بخونی. فکر کن نه آره دیگه اینجوریه. بعد خنده مکنی آره بعد آره دیگه نمیدونم این مدلی ها چه دهنمون سرویس شد. ببخشید تا بیاییم برسیم به دانشگاه. هم خودم بعدم میری رفیقای جدید پیدا میکنی. من که خیلی راحتم، من با رشته های دیگه هم حرف بزنم. من کلن اصلا برونگره وحشتناک با هر که دم دستم بیاد وای میستم باش حرف بزنم. واسه شماره‌شون هم سیو کنم. اینم بگم 180 تا کانتکت دارم. همون آره دیگه این مدلی ها اینطوری ها. گفتم بیام یه موضوع بیاریم همینجور حرف بزنیم. چقدر در مورد کتاب اینجور چیزا حرف بزنیم. گفتم بیایم در مورد تنوع. سابسکرایبرام خسته نشن. آره دیگه چه میدونم این مدلی ها. فرشون خوب هستی؟ در خدا رو نبستی جستمه که خودتی. من دیگه این مدلی ها. دانشگاه خیلی بهتره، دانشگاه خوبه، دوستای جدید پیدا میکنی. ولی مدرسه یه سری بچه سوسول خیلی این تقلب کرد. زهر ما تقلب کردم میگه حق تو رو بالا کشیدم. استغفر به معلمم بفهمه تقلب کردی همه چی غم انگیز. چی؟ برو بگو مامانت بیاد میخوام با مامانت حرف بزنم. به قول چی بود؟ حرف خوبی میزنم گفت چوس میده مامانت رو بردار بیار میخوام ببینمش. من دارم درس بخونم من نمیدونم چی کار داری. ای بابا فشار میدونی قشنگ اون موقع فشارم رو دارید حس میکنید. من آره دیگه خیلی بعد نمیتونستی موهات رنگ کنی، نمیتونستی ناخونات کاش کنی، نمیتونستی پیرسینگ بزنی، نمیتونستی تتو کنی. حالا انگشتر اینا رو هم گیر میره، انگشتر رو لاک و همه چیز تو گیر میره. قشنگ زندانی داری میری انگار میای. ما که اصلا گوشواره هم گیر میده. خیلی مزاحم. مدرسه بچه هم موقعش زودتر بیاد خارج میشه ما راحت شیم. جهنم برم در سرویس کنم. دبیرستان خیلی بهتره. آره بعد نه بابا دبیرستان هم یوم مثلا بچه هاش بهتره قصد فش بدم نمیتونم زیاد فش بدم، محدودیت دارم. مشکل داری طرفداری بی‌ناموس. آره دیگه این مدلی ها اینطوری ها خیلی اصلا چیزای خوب واقعا ندارم. من چیز خوب تو مدرسه ندیدم. و این روز این که یه چند تا دوست و رفیق پایه داشته باشم که واسه دبیرستان اصلا تو دبستان راهنمایی پیدا نمیشه. بعد مامانا میان وای میسن اونجا، یه سری خاله زنک میان اونجا وای میسن. اصلا وای دبستان رو ندیدیم. دبستان مامانا وای میسادن که بچه‌هاشون بیان. تو بچه من دعوا کردی، تو بچه من حرف زدی، ها خجالت نمیکشی؟ و اون یکی میره مامانشو میاره. اصلا جنگ جهانی میشه. یه بار ما تو مدرسه همون معلما با چیز دعواشون شد. با یکی از این
اولیا دعواشون شد اصلا چه وضعیت دعوای نوم همدیگه هم داشتن پاره میکردن گفتن این خانم فلانی خجالت بگید بهت نمیخوره تو درس میداری به ما خجالت درسش خوب نباشه که معلمه و حالا فکر کنین من خودم اینجوری بودم و یه معلم پیر فرتوت فرسوده داشتم که ایشون ما رو برگشت گفتش که میندازم تو سیاه چاله و من وی سیاه چاله وی بعد چقدر گریه کردم چقدر چیز کردم چقدر اذیت شدم واقعا خیلی هرسم خیلی بعد اصلا یه چیز افتضاح بعد به خاطر همین شاید یکی از دلایل اصلی این که درس و دوست ندارم همون باشه تازه دارم کم کم بهش علاقه‌مند میشم چون خیلی تاثیر داره معلم و مدرسی که بهتون درس میده خیلی مهمه تدریسشون هم که ماشاءالله افتضاح نمیدونم حالا ذهن نسیانم ولی خدا رحمتت کنه خدا روحتو زنده کنه خدا روحتو شاد کنه هم روحتو غمگین کنه سگ تو رو ببخشید همینی که تو هم یه جایی من دهنت صاف بشه اگه دهن من صاف نشده بعد اینکه خیلی خواهشم معلم ها انقدر بچه ها رو اذیت نکنید بچه ها هم انقدر با ادب باشید بقیه رو اذیت نکنید خیلی چیز صافی شد معلم ها رو فشاری نکنید مسخره باز در میارم ولی اینکه یه سری از بچه ها هستن واقعا در قبال یه سری از معلم ها که واقعا هم زحمت میکشن هم اخلاق و رفتارشون دوست دارن با بچه ها دوست باشن واقعا خوب نیست بحث جدی آدم داره کنی خجالت بکش طرفداری بیرون حالا اینا رو بهش کن این ندار 20 و چند روز مونده این امروز فکر کنم 5-6 شهریوره تا جایی که میدونم ولی دقیق نمیدونم نه دعوام کنید بعدا ولی 25-6 روز چندمه؟ برات حساب کنم 6 امروز 6 خب یعنی 25-6 روز مونده که تا پایان تابستان ما تا پایان تابستان بدبختی آخه تو این 25-6 روز بعد آخه واقعا انصاف نیست 4 ماه تعطیله 9 ماه باید بریم 4 ماه کجا بود تازه آخرای خرداد ما تعطیل میشیم 4 ماه مثلا حساب نمیشه 3 ماه مثلا 10 روزی و منی که ترم تابستون رو نوشتم ترم تابستون هم تموم شده دوباره برام انتخاب واحد و شروع ترم و شروع ترم اینجوریه که هم خوبه هم بده هم باید از خواب وای من 5:30 بیدار میشدم میامدم راهی هم نمیدونم چرا انقدر زود میومدم الان فکرشو میکنم چه خری بودی بعد من 6:30 صبح به زود بیدار میشم میرفتم مرسد 5:30 بیدار بودم دوستان دقت کنید 5:30 صبح با پادگان رفتن یکی بودم به خود پادگان من راحته برام اونایی که بودم میشه بچه میزنن راحته براشون بعد اینکه آره و بیکاری درس بخونید کی درس بخونید نه اون بچه خرخونه اونایی که تابستون میشنن بخاطر تو این نمی‌کنم ولی واقعا نمیدونم من که نخوندم من که واقعا هیچ وقت تو کتاب نرفته درس خوندن و اینا و اگه علاقه داشته باشی میخونی فکر کنم دیگه بحث ما خیلی طولانی میشه شاید خسارتون سر بره تا همین الانشم سر رفته دیگه بحث تو محتوامه حالا بازم بچه رو میارم دخترمون رو میارم رایمان عزیز میارمش تو ویدیوها کنارمون باشه اگه دوست داشتید درخواست بدید که میخوندی؟ من چیز خنده‌دار گفتم میخورم ازا میخورم ازا چه؟ میخورم ازا چه؟ فکر تربیت
چیزی نیست، دعوای خواهرانه بود. و عکس کیه اون؟ احمد دعوت نقاشی قشنگ پر محتوا. و چی داشتیم میگفتیم؟ اگه دوست داشتید بهش برید رو مخش کامنت بذارید که بیاد و توی ویدیو تنل بزنه. داشت تنل بزنه، تنل بسه با هم دیگه بیایم بالا. ایرانسال پیام ثبت نام وام بدون چیزی بسه کارم میام وام بگیرم 6 برابرش رو بزن برگردم. بعد ماهی 10 میلیون. دلم نمیخواد برم تازه سر هر حالا تو این 25 روزی که تو تابستون مونده از تابستون آره ببین باشگاهتون رو برید، بعد سر کارتون رو برید، یه ما مونده. خب کلاسای تابستونیتون رو برید، کلاس نقاشی، کلاس زبان. بعد خواهشاً زبان رو جدی بگیرید، یاد بگیرید. زبان خیلی به درس الان اینقدر برنامه‌های مختلف اومده، من خودم دارم خودآموز یاد میگیرم با برنامه‌های مختلف. اگه تونستید یاد بگیرید به دردتون میخوره یه روزی. من دختر من الان مدرسه نمیره، نمیدونم چرا. نه اشتباه شد، یه لحظه کلاس نمیره. خیلی بهش میگم کلاس من نمیره، ولی من خودم زبان اسپانیایی رو دارم یاد بگیرم. و الان چیکار کنم نصف من تو باشه با سلام. یه داداش گوشی دستم میفته نابود میشم. آره بعد خلاصه این که آره فیلم ببینی، کتاب بخونی. وای فیلم، یه چند تا فیلم خفن پیدا کردم دوباره میارم براتون میذارم. یه کتاب خوب پیدا کردم بذار براتون بذارم، همینا رو ببینید. ایشون اونجا برعکس بیفته. نه برعکس بیفته. بادام. آره نوشتش. بادام بوم پیونگ سون، مترجم ملیحه فخاری، چاپ 82. کتاب قشنگ یه جوری روانشناسی. کتاب خیلی خفنیه در مورد نمیدونم حالا سندروم میشه یا اختلال الکسیتیمیا. الکسیتیمیا به افرادی میگن که کلن هیچ احساس و حس خاصی نسبت به افراد و محیطشون ندارن و یه جوری باعث ناراحتی و کلمات تو ذهنم نمیاد بخوام بگم، دهنم نمیچرخه. دلزدگی افراد مقابلشون میشه، چون واقعا کسایی که کنارشونن واقعا اذیت میشن. مثلا تو این کتاب زیاد پیدا نمیشه نه؟ نمیدونم سندروم یا اختلال زیاد ندیدم کسی داشته باشه. کمه ولی هستش. البته تو اختلال ADHD همچین چیزایی هم هست، ولی این اون اختلال، این سندروم با اختلال خیلی فرق داره. اختلال یعنی چیزی که مختل کرده، ولی سندروم یه چیزیه که فکر کنم از اول باهات همراهه. اختلال یه دفعه فکر کنم دیگه اصلا نمیتونی از بین ببری. آره اینم هست. اختلالو میشه چیز کرد. اختلالو اونم نمیشه از بین برد، میشه کنترلش کرد. دیگه به سندروم که نمیشه کنترل. نه نمیشه. این که دیگه همینطوری. و به نظرم کتاب خیلی خوبیه. خواهشاً کتاب زیاد بخونید و اطلاعاتتون یه خورده بیشتر کنید. چون الان انقدر همه پیشرفت کرده، ما هم یه خورده باید همسو با حالا تکنولوژی و دنیای اطرافمون بشیم. به نظرم تا میتونید کتاب بخونید و پادکست گوش بدید، کتابای صوتی، فیلمای متنوع، حالا چه توی علمی باشه چه توی تخیلی. و یه کتابم قشنگه، کتابخانه نیمه شب. حالا نخوندمش، میخواستم صوتیشو گوش بدم که از کدوم برنامه میبینی؟ برنامه ساتوروبیکا پیدا کردم. صوتیشو اگه تونستید پیدا کنید، فکر کنم توی تلگرام هم بزنید پیدا بشه.
توی تلگرام بزنید کتاب صوتی و براتون میاره. خیلی کتابای باحالیه. چون صوتی به نظرم بهتر، چون صوتی حسش پیدا نمیکنه خودش بخونه. کسایی که آهنگ گوش نمیدن صوتی گوش دادن فکر کنم براشون سخت باشه و من جدیدن آهنگ گوش میدم، به خاطر همین صوتی گوش دادن برام خیلی سخته. و به این که میخندی؟ نه یه چیزی نه خیلی خندم میگرم. این که آره کتاب خیلی خوبه، میتونید بخونید، اطلاعات و اندوخته هاتون رو بیشتر کنید و دیگه همین. آقا خیلی دوستتون دارم. خدای بزرگ میسپارمتون. قربان شما، خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.